برادر آیت الله بله بفرمایید، چون با عکس خودتان هستید. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. شما که خودتان الان اعتراف کرده که احمد شاه مسعود در حق حزب نهضت خیلی خدمت ها کرده است و برایش کم پوشیدن است که انا وقتی که جنگی برادرکشی شد اکثر اعضای حزب نهضت در افغانستان بودن و نون نمکی از آن جمله پدر احمد شاه مسعود خوردی رو که امروز در پنشیر است خوردگی هستند و خود شما امروز به آنها آیا یگان کمک کردید یا نکردید؟ چگونه که گفته تاجیکستان قرضدار است، شما قرضتون برگردوندید یا نه، یا اینکه فقط همین میشینه و صحبت میکنه حداقل چیز حقوق بشر است یا که اعتراض نه بلکه یگان کمک های مالی کردید یا نکردید؟ سلامت باشی برادر آیت الله. و فکرم شما فقط در فکرتون همین مال هست و پول که اگر کمک رو فقط پول میفهمید. حالا من یک مهاجر در اروپا، مثل که خودت هم یک زمان مهاجر بودی در کشورهای دیگر، حالا که در وطن هستی شاید دیگر بیزنس داری، تجارت داری یا معاش میگیری، امیدوارم انشالله که به احمد مسعود کمک میکنی. اما وظیفه من همچون رهبری پیمان ملی تاجیکستان و رهبری بخشی از اپوزیسیون این است که به احمد شاه مسعود و به افغانستان کمک برسانم، اون قرض خود رو برگردانم. اما اون کمکی که وظیفه من است، مسئولیت من است. اگر همچون یک شهروند، یک انسان توانستم کمک مالی انجام بدم، این باید بین من و بین پروردگار باشد. اما من مسئولیت خود را همچون رهبری پیمان ملی تاجیکستان و کمک خود را الان رسانده ایستادم. به امام علی رحمان گفته ایستادم که به احمد مسعود کمک کند، همچون حکومت و دولت به مردم افغانستان کمک کند. و احمد شاه مسعود بله نهضت اسلامی تاجیکستان را کمک کرد، کمک همه طرفه پشتیبانی کرد، استاد برهان الدین ربانی، و در مرحله صلح هم به تاجیکستان کمک کرد و این را ما اعتراف میکنیم، میدانیم و الان هم دلمان سوخته ایستاده است، میخواهیم قرض خود را برگردانیم. امروز احمد مسعود گفتی خداتون احمد شاه خوردی نیاز به همون 5 یورو و 10 یورو من ندارد و از خودت هم ندارد. احمد مسعود نیاز به یک کمک دیپلماتی و سیاسی دارد که از این بنبست پنجشیر و مردم افغانستان بیرون شوند. این کار را کرده میتوانند حکومت‌های منطقه، این کار را کرده میتواند روسیه، چین، امریکا، پاکستان، ترکیه، ایران و از آن جمله ازبکستان و تاجیکستان. چرا تاجیکستان بیشتر میتواند کرده؟ برای آنکه ما همسایه هستیم، هموطن هستیم، همزبان هستیم. و بازم تکرار میکنم کمک من این است که به حکومت امام علی رحمان پیشنهاد کرده ایستادم که اینها را دعوت کند بیارد و یک کریدور گومانیتری باز کرده شود برای رساندن کمک های گومانیتری که انشاءالله شما هم یک معرکه بسیار بزرگ را در تاجیکستان راه اندازی کنید، مردم جمع کنند. ما هم انشاءالله به شما کمک خود را خواهیم رساند از اینجا تا اینکه این کمک های بشری به افغانستان رسانده شود. کمک من برادر آیت الله همچون یک مهاجر، همچون یک رهبر یکی از گروه های اپوزیسیونی، همچون یک تاجیکستانی که در اروپا قرار دارم همین است. از این بیشتر دیگر در توان ما نیست و انشاءالله که اگر واقعا هم نیت کمک کردن داشته باشیم فرصت فرا رسیده است و حتما اون رو با هم خواهیم کرد. اگر یگان گفتنی دیگری داشته باشه در این موضوع بفرمایید، بعدا باز خداحافظی کنیم. خب برادر آیت الله گفتنی دارید؟ خب